AudioJungle. محسوب بالا باید اگه نگم عجب الان عروسی نمیگه آچه جان آچه جان آچه جان آچه خرکن رفت الان عروسی نمیگه عروسی نام میخورم و بخونم میپرورم عروسی نام میخورم 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 بخونم میپرورم مستا طبعا خیره شد مرا نشناختی؟ و شما در حالی من چی میکنید بانو؟ چندان بگیم جان هرچی؟ به خانه پسرشان رفتند و به من گفتن که اوستا و عروسی نام آوردن سرم نغزکن پیشواز گرفت بونجور مرحبا از ما بزرم چای کپوچوی سیاه پپسی کالا عرق کنک چندان و شما چنان مهربان چنان غمخور که ماندن گیره دوستا بله بله بونجور ما از او بسیار رسوده مهربانی ها هم دیدیم پدر رحمت زنی خوب بود اما چی میگه با امری تقدیم مرا در شبی خوابم در سری گوهارم شیر مکاند و مادرم شد شنیدم استا شنیدم اوچه‌تون رفتند و به من تاکید کردند که به استا یک عروسی زیبا جوان چهار کس میدیده گیره باز یگان زنکی بد اخلاق و کسلی را به خانه نبیارم بانو جان یافته نه گفته بزرگ بگیم یافته کنیدم در خانه کنیت بینم های حالا باید باش من نامحرم بعد نکاح و اول میبینم چهار طرفش رو میسنجم چند طرفش رو میسنجه؟ یک طرفش رو گفتم کو از بین 100 دختر جدا کرده گرفتم هزار رحمت میچگم درا کشته ابرو کما آبرودمه خیمچه میا جانمه بیست دهان صدم دندان خولس آرامی جانو گردش و جان استا و قد و بستش بمورم او یک بینم صبر کنید استا صابیران از صبر یافتم بله راست علمه مولای گذر را بیارید نکاح میکنیم نکاح؟ به نکاح نمیشه نه نمیشه روید دوستان بانو جون چند ساله بوده؟ 90 و 18 قدم 18 نوبار بانو جون 17 نبود نبود تمام شده حالا ایسته آدبتان را خودم میدیم بگیم جان زودتر تیار شم اومده ایستادم یک کروشم رو کش و توفتی سفید رو پوش خیلی بگه گفتم تو خواستم که آیله نبرم آزو خودت بدونید که پیری بودم انا حاضر به خودم را یاشتر جوانتر کردم میخوام یک زنی جوان گیرم مخصوص یادت می شما تشید منابع یک دخترک رو از کشتار خودم رو جدا کرده آورده است 18 نو
زورتون میرسد می؟ وای دوشاری جوان وای تلفنش زور لطکون نکرده بفرماید. محسن جان از در که گفته شده کردم. امانت محسن حالا من جوانم ولی که زنی جوان قدرت مرد رو دوچان میاد جای محسن جان. نه وای عروس بازی که آماده می؟ واسه دوست دارم. بونو تو در اینجا چی میکنی؟ خدمی تو نامبارک است. راست محسومی همدلم. آنو بحث هم نراز بحث هم نراز. شقشقه تو با کجای نرسی نقش پیش از تو میاد پیش از تو. راست محسومی همدلم. شقشقه بانو بحث هم نراز اگر نه با پیریت نگاه نکرده جوانی هم را به خاطر نیارم. الله هم محبت نه. محسوم کدی رفتی؟ No. یا سنجره بری با شرمنده نشه. بانو رفتی محسوم. عروسم رو بانوره بانوره میخدش پسره مقصود جان با پسر بیکار سر کنه همچون رودایش بود دراز نکشد پاهر کنه روز زگایش جوم نماز رفت نکن تستر اوی بانو وای زن دوستی تو برین می نرسیده زایدم نگیرد یکم 5-6 فرزند پیش که فرزند دار شدی. بانو چی میگویی فرزند لازم نه وای از او بشره میگویی غربتش نمیگویی من انا با تنظیم روایم تنظیم چی مقصد؟ زن هایی که هم میش کردن که مقصد چی میش شد؟ بانو آقا چی میش چی گل زنه بانو آقا زن میجاست زن میجاست؟ از این رو فرزند دار واسمم نراز وگرنه دعای عقد نکاح رو فراموش میکنم استاد بانو جان آبازان و فرزند هایی مقصود کارتان نباشد بیاین بانو جان عروسم رو مارانه میبرارم میخدر شما سر بسر میبرارم لیکن شما عروس را با رقص و سرود پیشواز گیرید با رقص و سرود چی گفت؟ بانو هم گفتن که مالش من میبرارم شما با رقص و سرود برای پیشوازید مقصود جان چیکار کنیم من مقصود جان یک کارو میکرده استاد بیدار کردید خاطر شما مایلش رقص هم میکنم مایلش باز من اسبابم رو گیرم این خورسندی بی رقص نمیشد مایلش خاطر شما رقص میکنم رقص باشد رقص خیلی عروس شما تیار می؟ برای عروس رو برای ما تیار برای بس نفس هم گرفت از من هم گرفت استاد عروس گره نیایی گره؟ کنیک بینم بانو جون روی ما از تری عروس برداره تا اینکه روی مبارکش رو یک بار بینم من حالا با شما نامحرم با عروس شهر میدارم
مقصوم استاد باید کارو سر بدی عروس شرم باشه شرم عروس استاد تنها وای با نکاح شرم شکن نمیشود شور کنم بیارم آی اسمهای به شرم و حیا کنی بس کنه عروس میرنجه برنجه اوزر عروس بعدی نکاح تسر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایسته کیسته؟ من مقصود گرفتی؟ من و استاد برو گفتنی های دارم با من؟ با من یکان گم نداره مقصود با شما با ما هم دارم با اون رو چوب کنم عزیزم کن یک با طرف چپ برگشته یک قدم زنه تموم شد انا یکی روید انا یکی مقصود خودت رو کمتر نرسونی انا عزیزم باز برگشته و سوی من قدم زنه و یک براتی با انا یکی روید عزیزم چی؟ خواهشی من اجرا میکنم اگر مقولتا نهایت شما راست ایسته نجوبه من در نزد شما باز اونو زنم انا قد و قامت انا تنبیل انا پایو من پا خم خونم بشونه نیم پس کده خورم مقصوم خلا درسا شما چشمانی من میشود عزیزم شما تا حال در کجا پنهان بودید من شما را ندیدم چشمان من کور بودم بانو جان در پیش پایتان کنم یک حیات خدمتتان رو میکنم و من همچنین یک خدمت کنید یک تنظیر شما هم زنتان را با چه خون کردن میکردم بانو جان وای ضرور باشد اما باشد دوستان بزرگان شیطان شما مخصوم استاد شیطان ها یک دور است خدمتتان رو میکنم بانو جان یک تعظیمش دورش آی مقصوم شما بین چقدر مین داره بیا مال دفشه چی؟ مین؟ مولو جان برو تا بکنم مقصوم جان نبره مقصوم جان یه همه کار رفا کردید گفت نمکنید سرود خونم خونید من برای عزیزم یک سرود بخونم عروس رنجودین نمیشم مقصوم مقصوم جان بین کار و سر بدی بخش کارو مرا هم کش تستر مقصوم تستر عروس مرا شد تستر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایسته استاد برو لابا جان و زنتان هم سرودهای عاشقانه میخونده صدقه سرود شود باید دیهاتی کجا و معنی سخن کجا و زنتان مهر داشته مهر از اجل هم بدش میدیدم حسن داشت حسن بله میمونی تا پدر شکر بارن لک پا کوزا پوش یک چشمش کوری مادر شد زبانش تو تله سرش کن استاد بلد زنتان ضعیفی زیبا
چشمانیله و باز میگویم که از بدنشان بوی مشک و عنبر میومد. گفتم کو بس گوپیستانو بزور یا بود از بدنش بوی نفرم ببرم. به حالی در اومدن میشد یک چنان بوم بکرد. لیکن عزیزم از بدن شما بوی مشک و عنبر میومد. یک بوی کنم بوی کند مقصود بوی کند شاید بوی اندر بانو جان همین یکم میشود سرسو باشه همین ما فهمیدیم که عروس آوازش جدا هم شیرین پرم یک تا از همان سرودهای آسمان کم شود کنی خان دخترم از همان سرودهای آسمان کمد یک تا آی برنا حالا شما برای فرمان دادن مساجه من حق ندارید. چی؟ حالا باید زنی قانونی شما نیست گردان؟ خدا میدوند که باید به شما زن میشود یا نه؟ راست حالا اینجا ما هستیم باید مادامی که شما آوازی باید رو شنیدن میخواید من راست همین خان ازم چهار بطایی کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن مقصود خاموش شد استاد همین پسر کوری اشمیزا شنو داشت امو رحیم بسم الله الرحمن الرحیم مقصود کور سوخته مقصود کوری سوشنیه بعد از وقت این کارها میشود بعد از وقت نام خودم رو فراموش میکنم شما که جوانی حاضر و ناظر استاد برات ابن میرزا تمتم دو تا تاجیکی خارج هم دارم استاد برات بینتی میرزا تمتم ولد میرزا زمزمی دو باشورتر همین رعناگوری نارکستان بازم چشمی کنم خوش ابرو کمان مقصود خواست بیاد وقت قبولش کرده بزنید خواستمش قبولش کردم بزنید مورش اکنون به این طرف میگذاریم استاد خلال نکنید خوش که باشد نامتان چی بود کردم؟ شرافت بگیم بنت عبدالجبار چی بگی؟ شرافت بگیم از تو نپرسیدم اندلک
نام زوجه اولای من هم شرف بلی بود. ای استاد پروا نکنید. گفتم که بعض وقت این کارها میشود. من 3 تا زنی من هم نمودم. میشود اصلا بخیزید. من نباشد سر بده. شما که شرافت بگین جان بینتی اکای عبدالجبار همین جوانی حاضر و ناظر ایستاده را معصوم هر و نفس را معصوم او معیو انا همین جوانی حاضر و ناظر را هر و نفس را بخشیدم پسر دارم اول مهری مرا معین کنید. استاد مهری عروس را بگوی. همین حالی را با تمام در خانه همش رو بخشیدم. همش رو بخشیدم حالی. کم. باغ و راغم را دکانهایم را هم همش رو بخشیدم. روزی شد. کم. معصوم اینقدر عروس شیخیم بودم. استاد او عروس ناز دارد. همینش ماشین هایم را همه پولهای بانکم را این نکنه خودم را هم بخشیدم عزیزم. استاد مرا هم بخشید. معصوم روزی شد عزیزم. روزی شد. زبان خط نویسه. زبان خط؟ او زبان خط برای چی لازم؟ تمام نمبر کتیکه هایم صدقه سرتون گفتم او روزی شد. تو اندازی قدمتون. روزی شد. خطی نویسه. خطی؟ بله. بعد پس از خانم مهر گذرکم را آوردم. بخش میکنم. استاد روزی شوید از شما چی میرود؟ بعد یکان روز نام معلومه کرد در اون رو من روزی مسئوله خدمت میکرده یا خدمت میکرده همه شده میشه مسئول نه؟ گل گوشالا اسب ماشین بانک حولی نام را هم نمیشه ما استاد مرا نمیشه گوشال هم نتر مسئول تمام من گیره شما هم محسوم جان این ساعت من برای چی؟ شاهی سیویده تلمان شما یابتت سیویده تلتونه بانو جان خاطری شما 3 تا امضا میمونم و این کسا را فراموش نکنید یک تا استاد هم شوید من شخصا دارم مسئول تا خم کنید باید در این جوان گریتان واسطه راست دید نه جنبه پسر مسئول انا تمام من دارم خاله جان روزی شب شما هم امضاتون را مانید و مهرتون را بخش کنید. مخصوم باز من بزرگ مسئول جان خدمت‌ها را فراموش نکنید بانو جان من نظر گیرید خدمت‌ها را روزی شب عزیزم روزی شب نه تو زن عروسی شیرین بوده باز چی نخواهید؟ لباستون را کشید. من نه استا برا چی؟ من لباستون را کشید لباسم رو کشم؟ بله او برای چی؟ برای آن که تا باوری حسین نمایم که در بدنتون یگان جراحتی سیرایت کننده نباشد. زنم بدنم گول بری راحت میکنی راست من دیدگی در اون بزرگ دیدگی همش نمیدونم نه کشید تو کشید از شما چی میرود؟ اگر من نمیگو توضیح بکنید مالش نکشید مالش حاضر از بالا سر کنید از بالا مالش عزیزم حاضر ببینید عروس قانوندار بوده از در تنهایی ببینید راحت میکردید یه زنه که سراسیه بوده است حاضر تستر کشیدی؟ مشروع جان خدا گیرد تو برای زنگی دارد حرف دارم از عروسی را بازی بزرگی من آسان رو انا عزیزم تماشا کن راحت کن اینها چیستن؟ اینها همش تومور اینش برای چشم بعضی حسودان ارچه سال نبی اینش برای دفع کنی بلاها دیگر پاش برای چشم و آدمان برای پیشرفت کار و دیگر چشم حسودان چشم حسودان گفتن
همشون از این مخصوص خدا و مقدار $50 میگیرم. ارزان نوشته گیر. با من دیگه؟ با شما؟ بله. درو. شما؟ نه ندیگه. فایزی جواب همه پرادستو گناهگار بشوید. ندیگه. خواندن میخونم. ما خواندن. خیلی به من برو. ما خواندن. محسوم ندیگه تمام. خیلی بیده محسوم چی نوشتم؟ محسوم ما خواندن. نه ترس محسوم من همجا کو. خوان عزیزم. بلند. اوستای نوبکاری حرامزاده. حرامزاده؟ نه. حرامزاده؟ خطا شده که خطا. 1000 لعنت بر تو. لعنت؟ تو. باز خطا شده که خطا. رحمت. زمین درستر خونه. سرکباز دوزخی. نه خطه. دو سرکباز دوزخی. لعنتی. حرامجو. کی؟ من؟ تو؟ لعنتی محسوم. من اون نیزاری تو رو نشون بدم. آن شده. اوستا برا. لبا عزیزم. با من نگره. با شما؟ من هم نگرم. نگره. با جانونی. خیلی. خدازد. شرفا زن خدا لعنتی شما گناهگار نه باید گناهگار نه تو خدا زده گناهگار خیلی من یگان گناه ندارم به خدا قسم یگان گناه دارم به همش بدونید کی گناهگار کی به همش کی ها انا همین شک گناهگار من گفتم قدم وی نامبارک است چی؟ هیچی من گناهگار؟ نه بارو جان شما نه کی؟ بارو جان بدونید کی گناهگار به همش انا من استوارا گناهگار من حاضر کی گناهگار بودن چرا؟ با تو بگیم جون عزیزم شیر مسئله کن من به خدا گناه ندارم با همش همین محسوم گناهگار با محسوم یک شوخی کردیم شوخی شد کرد انا با تو شد کرد من نمیدونستم که چی میکردم این درسی بود برای دیگران بله برای دیگران رفتیم دخترم رفتیم
بینندگان عزیز، تماشاگران محترم، این بود نمایشنامه زنگیری یا دنگیری که هنرمندان تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان و شهر باختر اجرا نمودند. حالا من با اجازه شما آفرینندگان نقش‌ها را شناخت می‌نمایم. در نقش شفیق بانو هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان مهرنیسا حاجیبایова. در نقش بیگیر دارنده مدال خدمت شایسته جمیله یوسفова. در نقش استانبراد علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان عبیدالله سعیدov. همچنین در نقش هندو دختر این یک تخیلات یعنی خیالات استانبراد بود، یعنی در نقش هندو دختر علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان گلدسته قدوسova. دارنده اردن شرف کارگردان قربان محمد شکور. استفاده برده از نام اهل گروه، از نام ماموریت تئاتر همه شمایان را باشندگان ناحیه باستانی بلجوان یعنی خوش آمدید میگم و قدمهایتان نوری دیده تاج سر. تئاتر ما دائما منتظر شما. خوش آمدید، خوش شدیم از آمدنتان. اگر یک لحظه هم باشد خاطر شما را شاد گردانده باشه ما هنرمندان سرفراز میگردیم. سلامت باشید.